قبلی بهتون گفتم که بیاین داخل لایف بزنیم این هندونه رو بهتر کنیم. داخل لایف خیلی مشکل برامون پیش اومد. اولش که اصلا نتمون وصل نشد. بیار تا بعدش که نتمون وصل شد و یوتیوب دیگه به هیچی ساجستمون نمیکرد. ولی خب از اونجایی که کسی داخل لایو نبود، وقتی که حرف میزدم انگار داشتم با خودم توی آینه بحث میکردم. ولی یه ذره گذشت و تونستیم به بقیه ساجست بشیم. این وضعیت الان هندونمونه و اینم تعداد کشیه که برامون مونده. و اینم از وضعیت صدام که صدام به زور میاد بیرون، چون که داخل لایف تمام انرژیمو گذاشتم. آقا دوبار بزن رو صفحه، دوبار بزن رو صفحه، دوبار بزن رو صفحه، دوبار بزن رو صفحه. و چیزی که جالبه اینه که الان ساعت 8:30 و ساعت 9:30 من دوباره قراره برم لایف بشم و این کشای باقی مونده رو به این هندونه بزنیم که شاید بالاخره بپکه. 2000 years later. دونه داره صدا میده. میشنوین؟ بچه ها میشنوین؟ بچه ها از این ور باز شد، نمیبینینش؟ مرسی که تا آخر ویدیومو دیدین. من فرزینم و داخل چنلام کلی ویدیو خفن دارم. از چنل اولم گرفته که یه عالمه ویدیو بلند خفن توشه تا چنل دوم گیمینگ هم که داخلش ماینکرافت بازی می‌کنم و اینم از چنل سومم که یه دونه سبک جدید شروع کردم. امیدوارم که خوشت بیاد. خاک پاتم، لایک ثابت، کامنت یادت نره. خدا